اصلا شخصیت های بزرگ همین خیلی غیر استانداردی میشوند از همه جهت. 10 سال همراه کار کردیم. این دفتر ما بود، این دفتر استاد بزرگ بود. استاد بزرگ قریب هر ماه یک ویگوار میدادند. بعد می اومد میخندید. با ویگوار دادند مرا، میگفت ها استاد با ویگوارتان دادم. برای چی؟ برای اینکه مانند دیگران نبود. ما سر می اومدیم خیلی کار میکردیم این وای. استاد ساعتی 3 4 بیگه 5 بیگه می اومدن کار می اومدن. همین وقتایی میشد که تا سر کار میکردن. یک شخصیتی که وجدانش، نظارتش، رئیسش در درونش بود. همین ساده کرده گوییم اگر از ما بسیارتر کار میکرد.